میگه جای کار نیست رئیسای شهر نویا با جویی میکنه تو در شهر بختر 1000 مراتب رحمت به پدر مادر صاحب کار میگه جناب یالی من همین جراب بافی وای کردن برآوردن اول جا که نیافتم در خانم سر کردم در خانه خودم 4-5 تا آموزنده در خانه جراب می برآوردیم بعد که زمین دادن من اینجا ساختم 20 تا دستگاه آوردم حاضر 30 تا بانوان دختران در اونجا کار کرده 100,000 در یک ماه هر گونه قریب 10-20 نمود رزمیرها جراب می برآورد 100,000 در یک سال 1,200,000 بد نیست من گفتم صادرات کن گفت جناب یالی صادرات در نمیرسد بسیاریمون میشینیم میگه چیکار کنیم اقلا صاحب کارا خودی کار کنیم یک کارخانه تکنولوژی خورد کار کردی خوش کردن میوه 41,000 دلار در دو جماعت میمانی میوه مردم هم میگیره خوش میکنی و درآمد میگیرن صادرات میکنی از این هم درآمد هم جای کاری ذوق نیست در ولایت سطح تامینات خوانندگان با لباس مکتبی 3 سال خودی 7-8% تشکیل میکنه این سال میکنه رئیس ولایت تا 1 سپتامبر تامین میکنه تو ماده حسابات میدی کدام نکردی جوتا بیو سال 2020 حجم 3 ساله در ساحه صنعتی کار کردی ولایت نسبت به سال 2019 هم کاهش یافته 97% را تشکیل داده است خوب بعضا جا میبینیم که مردم فهمیده میشه که در آنجا رهبران کمی کار کردن با مردم رئیسان جماعت فعالان دیگران لیکن در بسیار جا حالا مردم 30 سالگی رو طرز میفهمیم که تنها یک بنیاد کرده ساختن در کار این دولت میکند صاحب کار میکند دیگر مردم چیه ما 3 سال قریب 4 سال میشه تاکید میکنیم که هر یک عائله باید از بنیاد و تعمیر و تجدید خانه و کاشانه و در خود شروع نباید دولت بنیاد کردن دولت آباد کردن از زمین جا سر میشه دولت هم از زمین عائله داری سر میشود از عائله اونه که ندارن امکانیت دادن نکن پیش از همه حولی و در خود کاشانه خودش جای خوابی خودش فرزنداش تعبیر کنه تجدید کنه شکرانه ما سال 2022 10 میلیون میشه شماره اهالی جمهوری 10 میلیون سال 1992 اهالی مملکت 5 میلیون بود 2 برابر زیاد میشه شکرانه دولت ما خدا با ازید زیاده کنه برای مردم تامین کردن مواد آذیخواری چیکار کردن مالدکو زحمت کشیده از یک زمین 2 حاصل نه 3-4 حاصل گرفتن از حالا زمینه گذاشتن ما لازم است برای همین من وزیر صنعت جمهوری را تعیین کردم معاون رئیس ولایت وزیر کشاورزی جمهوری را تعیین کردم معاون اولی رئیس ولایت که رفته ولایت کلان کار کنه اقتصادات بالا برداره بنابراین رهبران مقامات جای حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر نویای آن را ضرور است که یک جا با وزارت صنعت و تکنولوژی نو و دیگر وزارت اداره داخلدار جهتی با اقتدار پوره به کار درآوردن کارخانه‌های صنعتی خصوصا در سمت برقرار نمودن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده نقشه مشخصی چاره‌بینی‌ها تهیه کرده اجرای آن را تأمین سازند کارتوشکا پروری را مثل خطاگی‌های سال 2020 نکنید هرچند که حجم این 3 سال محصولات کشاورزی در ولایت تا رفع افزوده ایستاده است اما در سمت کارکرد آن یک قطار مشکلات جای دارند با این سبب قسم زیادی محصولات کشاورزی ولایت برای کارکرد و صادرات به دیگر منطقه‌های کشور انتقال داده میشود تجربه صاحبکاران و صنعتیان ولایت سوخت را آموختن در کار همکاری کنید
دعوت کنه در همینجا کارخانه رو بنیاد کنن. من هم صاحبکارا در سپارش دادم قدی صاحبکارا که از ولایت مسکو آمده بودن من شما در روان کردم که 2 تا کارخانه میسازید. 2 تا کارخانه در حدود ولایت برای کارکرد محصولات کشاورزی مخصوصا سبزوات. سال 2020 از 129,000 تن میوه سبزواتی از کشور صادر گردیده 95,000 تن یا 74% در ریاست منطقوی گمرکی ولایت سوق به رسمیت درآورده شده است. از ولایت شما رفته است با آنجا راه آهن قطعی صادرات شده است. رهبر ولایت راه آهن کار فرماید از داخل صاحب کارا قطعی هم امکانیت را باشد 90% امتیازی. این هم جای کاری راه آهن چیا 800 نفر جای کاری میواد. هم راه آهن کمونیکاسیون از ویرانه میشه. هم با 10,000 جای کاری میشه. پیش یک راه بود این راه ایواز این تا دوشنبه. حاضر طرف چین راه کردیم. طرف افغانستان 7 پول را بنیاد کرده است. 7 پول. یک پولی 5 پایان هر روز با حساب میمانه تا 3.5 تا 5,000 تن سمید رفته ایستاده است. کم و بیش مسائل ساختمانی سبزوات پیاز می رود 6 تا پول دیگر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان با افغانستان پیوست محصولات می رود تا نمک و دیگر وای می رود با فروش می رود 4 تا بازار نزدیک سرحدی کردیم. این طرف قرقیزستان این طرف ازبکستان این طرف چین برای فروش تجارت یاد گیریم. طبق آمار گمرکی سال 2020 از ولایت ختلان همگی 144 میلیون دلار محصولات برآمده است که همگی 10% صادرات کشور تشکیل میکنه. از حجم عمومی محصولات صادر شده 80 میلیون دلارش یا که 86% محصولات کشاورزی و کارکردیان تشکیل میکنه. از جمله در این دوره از ولایت همگی با مبلغ 2.7 میلیون دلار 22,000 تن میوه سبزوات که 93% آن را تنها پیاز تشکیل میدهد صادرات کرده شده است. مثلا پیاز بروقتیده یک چیره خاطررسان تان میکنند سراسیمه نشوید آن ویران نمیشود خوش کردن نگاه داشتن در کار تکنولوژیش نزد نگاه کردن در کار است میتونید پمیدوری که در شهر وحدت وقتش میکاریدن پرورش میکردن 90 تن 100 تن میگرفتن. حاضر تکنولوژی حاضر قطعی برآمده است 1,500 تن از 1 هکتار پردی 1,500 از 1 هکتار 150 تن کلوبلیکه. بعضا دیخوجگی دیخانی علاقه کم کم یاد گرفته ایستادن در بین باغا ثمرانات استفاده برده از زمین کارتوشکا کردن بعضا زراعت‌های دیگر کردن. البته اینجا متخصصان قطعی باز نصیحت پرسیدن در کار که کدام نمود زراعت در بین باغ چی حال است سیب است زردآلو است خب آلو است دیگر است. بعضا زراعت‌هایی است که زیان می‌آورد به درخت بعضا زراعت‌هایی است که ممکن است اکوای کردن. بنابراین برابران ولایت و شهر نوآیه یکجا با وزارت اداره داخله سپارش داده می‌شود که جهت بهتر نمودن حالت ملیتی زمین‌های کشاورزی برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده سریع گذراندن کشت بهاری زراعت‌ها افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی کارکرد و صادرات آن اینچنین تشکیل انفراستراکچور صادراتی تدبیرهای مشخص اندش با واسطه تلویزیون رادیو دیگر اخبارهای الکترونیک رسانه‌ای کرده باشه. وضعیت جامعه جهانی روز به روز متشنج شده ایستاده است. من در سال گذشته گفته بودم در پیامم همین شرایطی که آمد زمان سال جنگ دوم جهان برابر بود با زمان جنگ دوم جهان اقتصادیات جهانی با همون رفته رسید. همین شب روزها در نیم دنیا با سبب کسری کووید 19 کرونا ویروس کار نیست مردم کرانتین است. شکرانه که در ما این چیز از ماه اول عموما در تاجیکستان این چیز نیست از بین برداشته شد. لیکن این معنای آن را ندارد که ما شما هوشیار نباشید.
احتیاط کردن نکن. حکومت دولت تمامی چاره اندیشیده ایستاده است. یکی از مای شما از کلی مردم ها وابستگی دارد. بسیاری دولت ها علاقه به خرید و فروش داد و گرفت مواد غذایی را قطع کرده ایستادند. نرخ را به نهایت بلند برداشتند، چون که مخصوصا مواد غذایی، چون که بسیار دولت ها هم خوشحالی هم مردم کاردنی است، زمین ها خالی، آدمی کار میکردگی نیست. انا در همین شرایط من بار دیگر با کل مردم شریف تاجیکستان تاکید میکنم که بسیار همین سال بسیار تقدیرساز است. ماه اپریل همه چی زراعت کش کرده می شود، نه یک بار، دو مراتبه، سه مراتبه زراعت در زمین نزد حولگی سر کرده تا زمین های پرزیدنتی، زمین های خواجگی های دیخانی که جای در زمین ها بیکار مانده است، مردمی که ندارد تصمیم کرده تا اینکه یک نمودی زراعت مواد غذایی یا سبزوات یا دیگر چی کش کرده گیرد برای خودش.